به نام خدای عادل عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز، مشتاقان و مخاطبان حرف نو. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید حال دلتون خوب باشه. من محمد صادق فرامرزی و اینجا استودیوی ضبط حرف نو هست. امیدوارم که این گفتگو رو تا پایان با ما همراه باشید. ناکارآمدی‌ها در جمهوری اسلامی و علل و عوامل و ریشه‌های اون یکی از مهمترین سوالاتیه که چند وقتیه در عرصه سیاسی کشور مطرح شده. ما همین جلسه رو اختصاص دادیم به این بحث و یافتن پاسخ درست به این سوال. اما به نظرم رسیدش که قبل از اینکه در واقع مباحثه رو آغاز بکنم، پاسخ‌های پرتکراری که به این سوال در عرصه سیاسی کشور وجود داره رو یک صورتبندی خدمتتون برای آشنایی بیشتر ارائه بکنم و بعد انشالله مباحثه رو آغاز بکنیم. وقتی گفته میشه علل ناکارآمدی در جمهوری اسلامی چی هست، عموماً 4 پاسخ پرتکرار ذیل 2 دسته‌بندی عوامل بیرونی و درونی قابل ذکره. در ساحت بیرونی که در واقع معتقدن عوامل بیرونی باعث ایجاد ناکارآمدی در کشور شده، 2 گزاره یا 2 پاسخ پرتکرار وجود داره. پاسخ اول معتقده که ناکارآمدی‌ها در جمهوری اسلامی حاصل کارشکنی‌های دولت‌های بیگانه است. به عنوان مثال تحریم‌ها و FATF رو مثال میزنم. این گزاره 2 تا در واقع راه حل رو در واقع به طرفداراش ارائه میکنه. یکی بحث مقاومت برای در واقع از بین بردن این کارشکنی است و دیگری سازش هست که با همون بحث مذاکره و تعامل ادامه پیدا میکنه. میتونیم این ایده رو ایده اصلی دولت آقای روحانی هم تا یه حدی بدونیم. اما گزاره دوم در عوامل بیرونی اساساً معتقده که ما نه با ناکارآمدی که با احساس ناکارآمدی مواجهیم و معتقدن رسانه‌های بیگانه با در واقع فضاسازی هاشون باعث شدن که ما نه با ناکارآمدی واقعی که با یک احساس ناکارآمدی مواجه باشیم. در این باره هم باز 2 تا راه حل اشاره میکنن. یکی حکمرانی در فضای مجازی و رسانه‌ای به ویژه با ابزار فیلترینگ هست و دومی هم همین بحث تبیین و آگاهسازی مردم و مسئولین. اما در حوزه عوامل درونی هم باز 2 تا پاسخ و 2 تا گزاره پرتکرار وجود داره. گزاره اول معتقده که ناکارآمدی‌ها در جمهوری اسلامی حاصل کارگزاران، حاکمان و مسئولان ناکارآمد و فشل و غیر انقلابی هست. این گزاره هم باز در واقع 2 تا راه حل رو بهش اشاره میکنه و بهش اعتقاد داره. یکی کادرسازی هست با استفاده از آموزش و البته گزینش و دیگری عزل و برکناری مدیران ناکارآمد است. اما پاسخ دوم و پاسخ پرتکرار دوم در ساحت درونی اعتقاد داره که ناکارآمدی‌ها در جمهوری اسلامی نه ساخته کارگزاران که به ساختار اساسی جمهوری اسلامی برمیگرده. یعنی ساختار اساسی جمهوری اسلامی یک سری قوانین، رویه‌ها و ساختارهایی داره که باعث بازتولید شدن ناکارآمدی در کشور و جمهوری اسلامی شده. اینها هم 2 تا راهکار ارائه میکنن. یکی بحث انقلاب و براندازی ساختار هست و دیگری بحث اصلاحات ساختاری. کلیدواژه اصلاحات ساختاری یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌های چند وقت اخیر عرصه سیاسی کشور بوده که بیشتر هم از در واقع طرف دوستان اصلاح طلب بهش پرداخته میشه. در پایان این دسته‌بندی خدمتتون عرض بکنم که اساساً هیچ پدیده‌ای در سیاست تک عاملی نیست. ناکارآمدی هم نمیتونه صرفاً یک عامل و یک دلیل داشته باشه، اما بسته به اینکه کدام علت قایی و در واقع تامه هست این دسته‌بندی رو خدمتتون عرض کردم. امروز در خدمت 2 تن از اساتید خبره و معرف حوزه مسائل سیاسی هستیم تا در این ارتباط با هم بیشتر به گفتگو و مداقه بپردازیم. جناب آقای دکتر مصطفی کواکبیان، کارشناس، پژوهشگر، عضو هیئت علمی دانشگاه، مدیر مسئول روزنامه و دبیرکل حزب مردم سالاری و جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، کارشناس، پژوهشگر، عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال سیاسی و رسانه‌ای امروز مهمان ما هستند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت هر 2 استاد بزرگوار، خواهش میکنم اگر در ابتدا سلام علیکی با دوستان بیننده و شنونده دارند بفرمایید تا بنده انشاءالله سوالات رو مطرح بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب چون ایام فاطمی هستیم من عرض تسلیت دارم به این مناسبت و در آستانه
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هم هستیم که یاد و خاطرش گرامی می‌داریم. من چند جلسه باهاش نشستایی داشتم و بسیار انسان سلیم النفس و خوبی بودن. حالا انشالله بتونیم که قدر چنین شخصیت‌هایی رو بدونیم. تشکر میکنم از عزیزان که ما رو دعوت کردن. من با اینکه حدود 2 سالی است که کمتر رسانه‌ای هستم و کمتر توی این مباحث، حتی چند بارم سز و سیما هم دعوت کرده، به دلایلی سعادت نداشتم که خدمتشون برسم، ولی به 2 جهت من امروز این افتخار رو دارم که خدمت شما جناب آقای دکتر کوشکی عزیز باشم و حالا در حد وضاحت موضوعاتی که داریم نکاتی را بگم. یکی به جهت حساسیت موضوعی که شما پیشنهاد کردید که بسیار مهمه و یکی هم به جهت این حوادث 100 روزه‌ای که بالاخره بر ما گذشت و مشکلاتی رو بالاخره داشتیم. به نظر میرسه که با این موضوع که اساسا موضوع مهمیه یه ارتباطی داره و برای برون رفت از مشکلات فعلی هم میشه بحثایی رو مطرح کرد. لذا این مقدمه عرایزم بود که انشالله شروع شد بحث را در خدمتون باشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام میکنم خدمت دوستانی که این برنامه را خواهند دید. امیدوارم بحث مفیدی باشه در خدمت شما. آقای دکتر اگه اجازه بدید با آقای دکتر توکلیان آغاز بکنم. آقای دکتر توکلیان، قبل از اینکه وارد بحث علل ناکارآمدی در جمهوری اسلامی بشیم، شاید بهتر باشه که به خاطر اینکه مخاطبان بیشتر با این حوزه آشنا بشن با مفهوم ناکارآمدی شروع بکنیم. مؤلفه‌ها و شاخص‌هاش چی هست؟ اما بعضی معتقدن که اصلا ناکارآمدی یک موضوع عام نیست، محلیه. یعنی ناکارآمدی در جمهوری اسلامی با ناکارآمدی در به هر حال مثلا فرض بگید آمریکا یا فرانسه متفاوته. اما بعضی میگن نه، ناکارآمدی یک مفهوم عامی هست و هر کجا برید ناکارآمدی یک مصداق و مؤلفه مشخصی داره. من خواهشم اینه که تحلیل خودتون رو در این ارتباط بفرمایید تا بعد انشالله در خصوص علل ناکارآمدی در جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. به نظر بنده نمیتونه ناکارآمدی خیلی بومیش کنیم و بگیم مثلا مخصوص یه منطقه محله خاصی است و به طور مشخص یه شاخصهایی براش تعریف میکنن و هر کشوری نتونه رضایتمندی عامه مردم رو به هر دلیلی به دست بیاره، خب اون نظام ناکارآمد تلقی میشه و یه نظامی بتونه به هر شکلی اهدافش محقق کنه و رضایتمندی مردم رو داشته باشه، میشه گفت که اون یک نظام کارآمدی هست. پس به طور مشخص مؤلفه جلب رضایت عامه مردم و اکثریت مردم یک شاخص مهم تبیین کارآمدی هست و این میتونه تعریف بالاخره خوبی باشه. من اینجا میخوام همون تقسیم بندی اول فرمایشات شما رو آقای فرمایشی بگم که با آقای دکتر کوشکی هم اول سر این مسئله ما به یه توافق برسیم بعد وارد بحث بشیم. اینکه واقعا ناکارآمدی در وضعیت فعلی نظام جمهوری اسلامی یک احساس به تعبیر شما که بعضیا میگن نه این تبلیغات خارجی مثلا رسانه‌های هر شود اونور مرز دارن القا میکنن و در حالی که نه، نظام همه چیز سر جاش هست و داره کار خودش انجام میده و هیچ به اصطلاح ناکارآمدی نداریم ما. چون اگر این بحث تبیین نشه ما بر سر قبری
گریه باید بکنیم که توش مرده‌ای وجود نداره. اول باید فکر بکنیم که واقعا ناکارآمدی وجود داره، بعد سر بحث‌ها و نمیدونم راه حل‌ها و اینکه چجوری شده اینجوری شده و تبیین بشه. نه، من معتقدم ناکارآمدی وجود داره. من واقعا به این تعبیری که گاهی آقای رئیسی هم زیاد دامن میزنه، میگه آقا ما مشکلی نداریم و قطار پیشرفت رو ریل خودش داره حرکت میکنه و این دشمنان هستن که مانع تراشی میکنن و این پیشرفت رو نمیخوان اتفاق بیفته. بله البته دشمن که باید دشمنی چه بکنه، ولی واقعا حاصل این پیشرفت رو باید به صورت ملموس و محسوس ما ببینیم. بالاخره از ابتدای امسال تا الان ارزش پول ملی 30% کاهش پیدا کرده بر اساس آمارهای رسمی خود دولت. ما الان از 41,000 تومان هم هر نرخ دلار دیگه بالا زده، سکه نمیدونم 20 میلیون هم بالا زده مثلا. خب این نشونه این است که دولت اگر کارآمدی می داشت بالاخره میتونست جلوشو بگیره. حالا همین که نشده پس این نوع ناکارآمدی است دیگه. حالا هر کی باعث شده، اصلا بگیم خارج باعث شده، ولی بالاخره از عهده خارج ما بر نیومدیم. یه کاری کرده که البته من قبول ندارم که، ولی ما نتونستیم بالاخره. لذا من اولین نکتم این است که شاخصهای ناکارآمدی من میگم بیاریم به رضایتمندی مردم، بیاریم به میزان مقبولیتی که مجموعه کل حکومت داره، مشروعیتی که مجموعه کل حکومت داره. چون های دکترم سزار دارن، ما در بحث‌های علوم سیاسی چندین بحران میگیم، بحران مثلا ناکارآمدی یکی از اون بحران هاست، اما در کنارش بحران مشروعیت هست، بحران مقبولیت هست، بحران توزیع درآمدهاست و این امثال اینا. ما اول ببینیم که واقعا در شرایط که ناکارآمدی وجود داره یا نداره. اگر وجود داره اون وقت بریم سر علل و عواملش و در اون مسئله بحث بکنیم. من این نکته رو گفتم که نطق آقای دکتر شد دکترم آقای دکتر پوشکی باز بشه که بشه بعد بریم سر بحثای دیگه. خیلی ممنون دکتر. واقعیتش اینه که من ناکارآمدی رو این گونه تعریف میکنم، اینکه هر نظامی برای خودش یک اهدافی ترسیم میکنه. این اهداف اگر در چارچوبه مقدورات اون نظام، امکانات موجودش نه امکانات آیندهش، در چارچوب مقدورات و امکانات موجودش میاد اهدافی رو برای خودش ترسیم میکنه. حالا این اهداف میتونه بخشیش مطالبات جامعه باشه، بخشیش هم مطالبات حاکمیت باشه. یعنی ممکنه بخشی از اون اهداف مطالبات جامعه الزاماً نباشه، مطالبات حاکمیت باشه، بخشیش هم مطالبات مشترک حاکمیت و جامعه. پس با این حساب شما معتقد ناکارآمدی که امر محلی؟ نه، عرض میکنم طبیعتاً جنس ناکارآمدی، موضوع ناکارآمدی یه پدیده انسانی است. این هر جا شما انسانی رو ببینید حتما ناکامی ها و ناکارآمدی های اون انسان و جامعه انسانی داشته. ما جامعه‌ای که بگیم جامعه کارآمد، یعنی در همه امور کارآمد، چنین جامعه‌ای رو نداریم. اصلا فراز و فرود، شکست و پیروزی لازمه تجزیه ناپذیر هر مجتمع انسانیه، هر جامعه انسانی. و اصلا تمدن‌ها برخاستند و تأسیس شدند و بعد فرو پاشیدند به دلیل یکی از دلایلش ناکارآمدی در ادامه حیات اون جامعه بوده، اون تمدن بوده. اما ناکارآمدی رو سعی کردم که به دقت این گونه تعریف کنم. من شاخص ناکارآمدی یا کارآمدی رو رضایت جامعه نمیدونم الزاماً، یا رضایت حاکمیت یا رضایت هر دو، بلکه بر اساس یک نگرش واقع بینانه میگم هر جامعه ای رو برای خودش اهدافی ترسیم کرده. اون اهداف اگر در چارچوبه مقدورات و امکانات موجود اون جامعه باشه و در واقع به اون اهداف دست پیدا نشه در زمان تعیین شده، اون جامعه دچار ناکارآمدیه. حالا این
میگم جامعه دچار ناکارآمدیه. ممکنه ممکنه حکومت مسئول این ناکارآمدی باشه، ممکنه کلان جامعه دچار این ناکارآمدی باشه. حالا اگر لازم شد تفاوتش رو هم عرض خواهم کرد. و حالا از اون شقوق مختلفی که شما فرمودید، واقعیتش نمیدونم کیا اینا رو گفتند، چه دوستان اینا رو گفتند، ولی هیچ کدومش عبارت دقیق و درستی نبود. یعنی ما اون چه که تو جمهوری اسلامی ناکارآمدی میتونیم نام ببریم، ریشه های خیلی مختلف و متنوعی داره و البته نباید فراموش کنیم که ما یعنی جمهوری اسلامی چه جامعه و چه حاکمیت از هر دو منظر هم شاهد کارآمدی بودیم هم شاهد ناکارآمدی بودیم و همه اینها رو تو این 42 سال داشتیم از نمونه های متفاوتش. یعنی اینکه جمهوری اسلامی مساوی ناکارآمدی این گونه نیست، اینکه جمهوری اسلامی هم مساوی کارآمدی این گونه نیست. مثل هر اجتماع انسانی فراز و فرود داشته، ممکنه همزمان در یک مسئله کارآمد و در مسئله دیگری ناکارآمد بوده و دلایل هم مختلفه. اما این که کسی بگه چون جاذبه وجود داره یک هواپیما موفق به پرواز نشده، این اصلا معنی هواپیما رو نمیفهمه. هواپیما ساخته میشه که بر 26 نیروی اونچنان که بعضن کارشناسان این عرصه میگن 26 نیرو مزاحم پرواز یه هواپیماست. جاذبه زمین و اینرسی های مختلف و استحکاک های مختلف. این هواپیما ساخته میشه که به این 26 تا غلبه کنه و به پرواز در بیاد. اگر یک روزی هواپیما پرواز در نیاد، بگیم چرا شما پرواز نمی‌کنی؟ ناکارآمدی در پرواز. بگه خب جاذبه زمین نمیذاره. میگیم پس اصلا شما هواپیما نیستی. اینی که ناکارآمدی اون بخشی که در جمهوری اسلامی هست، اون رو بگیم ناشی از کینه‌ورزی ها و دخالت های دشمنانه، این پذیرفتنی نیست. شما هر حرکتی در جهان خلقت حتما موانعی دارد. حرکت بدون مانع ما فقط توی فضای لایتناهی داریم که جاذبه نیست و حرکت مانع ندارد. ولی تو کره زمین چون ما داریم اینجا زندگی میکنیم، هر حرکتی با مانع روبروست و هرچه حرکت دقیقتر و درستتر اتفاقا موانعش بیشتر. یک سامانه به نام حاکمیت مثلا در جمهوری اسلامی یا هر جامعه دیگه، اگه بگه دشمنانی وجود دارن، من حرکت مثلا کند شده حرکتم، میگیم خب پس اصلا شما تعریف اون سامانت غلطه. جمهوری اسلامی از قبل از تأسیس و بعد و تأسیس و اکنون به صراحت میدانه که صدها مانع در برابر دستیابی او به اهدافش وجود داره. موانع هم بخشش خارجی است و اون موانع خارجی هم قابل حل نیست. یعنی نمیتونیم خواهش کنیم مثلا از یک نفر که چون میبینید منافع با هم تضاد داره دیگه. ما میگیم که مثلا سیطره جمهوری اسلامی در حدود قانونی بر خلیج فارس مثلا، خب این با منافع آمریکایی ها در تضاده، با منافع اتحادیه اروپا در تضاده، با منافع مختلف جوامع مختلف در تضاد دیگه. ما که به اونا نمیتونیم بگیم منافعتون رو مثلا لحاظ نکنید، اونها به ما نمیتونن بگن. ما باید دنبال منافع و امنیت ملیمون باشیم، اونها باید دنبال منافع و امنیت ملیشون باشن. هر کسی که برنامه‌ریزی دقیق‌تر، عملکرد قدرتمندانه تری داشته باشه تو تأمین اهداف و منافعش موفق، اون طرف مقابل اونجا دچار ناکامی و ناکارآمدی شده. پس اون گزینه‌ای که میگه علل ناکارآمدی کارشکنی و دخالت بیگانه هست، اون اصلا قابل پذیرش نیست. همین الان اگه بنده بخوام از جام بلند شم، باید به جاذبه زمین غلبه کنم. اگر ناتوان باشم از برخاستن، عیب از جاذبه زمین نیست. خداوند منو طوری طراحی کرده که باید قدرت برخاستن داشته باشم. اگر نتونم از جام بلند شم، یه اختلالی در من ایجاد شده. خود همین ناکارآمدی است. پس غیر از اون گزینه‌ای که میگه علل ناکارآمدی بیگانه است و دخالت بیگانه و بدخواهی بیگانه که اون رو اصلا قابل پذیرش نیست، مجموعه از اون عللی که شما گفتید و علل بسیار دیگری که نگفتید، اینها همه میتونه ریشه ها و زمینه های بخشی از ناکارآمدی ها باشه. اما تأکید میکنم که تو جمهوری اسلامی مثل هر اکثر جوامع جهان، ناکارآمدی و کارآمدی دوتاش با هم وجود داره.
آقای دکتر کوشکی معتقدن که ناکارآمدی کارآمدی در کنار همه و یه نکته‌ای هم که داشتن اون بحث چیزشون بود، یعنی هر نظام یه ناکارآمدی براش قابل تعریفه. من 3 تا نکته دارم تعریض فرمایشات آقای دکتر کوشکی. خب این که ایشون پذیرفتن بالاخره همه نظام‌ها حالا بالاخره کم و زیاد یه ناکارآمدی‌هایی دارن، این نقطه مشترکه. خوبه که ایشون هم ما نپذیریم هم دارن. آره نه حالا من میخوام بدم یعنی این نقطه خوبیه، با هم توافق داریم که اصلا غیر از جمهوری اسلامی همه نظام‌های دنیا هم نمیشه گفت 100% نعل به نعل کارآمد است و هیچ مشکلی وجود نداره. این نقطه درسته، واقعا هم درسته. اما من 2 جا با ایشون یه خود تفاوت دیدگاه دارم. یکی این که ایشون میفرمود که لزوما رضایتمندی شاخص مثلا کارآمدی نیست. نفی نمیکنه ولی میگه لزوما اینجوری نیست. من اتفاقا میخوام بگم لزوما همینجوره. ببینید اگر یک نظام سیاسی در تعریف خودش برای اهداف خودش میگه بخشی برمیگرده به اهداف حاکمیت، بخشیش هم برمیگرده به جامعه و مردم. من اینجوری فهمیدم که ایشون میگه اگر یه حکومتی به اهداف خودش برسه بخشی از کارآمدی رو درست کرده و خوبه. من میگم اصلا رضایتمندی باید بخشی از اهداف حکومت باشه. عرض بنده همین بود. خب اگه این باشه خوبه، باز موافقیم. یعنی ممکنه بخشی از این، حالا دوباره تقریر میکنم، ببینید گفتم که اهداف حکومت که این اهداف بخشیش هم مشترک با اهداف جامعه و بخشیش هم ممکنه اهداف جامعه نباشه. خب بله، حالا بالاخره من میخوام بگم اتفاقا جلب رضایت اکثریت مردم باید جزء اهداف حکومت باشه، وگرنه حکومت میشه توتالیتری. حکومت حتی قبول دارید که همیشه هم جلب رضایت کار درستی نیست. خب نه، حالا ببینید چی هست. من میگم رضایتی که حکومت جلب بکنه با اهدافش تطبیق پیدا کنه. جلب رضایت خود شما هم حتما به عنوان کسی که نه، من میخوام بگم اگر هدف حکومت این نباشد که اکثریت مردم رو بپذیرن و رضایت اکثریت مردم رو جلب کنه، حالا اون اهداف چیه اون یه بحث دیگریه. این اتفاقا در هدف گذاری نقص وجود داره. مثالشو بزنم دکتر جان. ببینید مثلا فرض کنید شما به عنوان یه حاکم یه منابع محدودی دارید، 2 راه دارید. یکی این که این منابعتون رو صرف ایجاد اشتغال برای 5 سال آینده بکنید، یکی اون که اون منابع رو صرف واردات مثلا برخی ملزومات کنید و به ارزان در اختیار مردم قرار بدید. قطعا اگر شما اون منابع رو تخصیص بدید، مثلا مواد غذایی ارزان وارد کنید و به رایگان به مردم بدید، در لحظه مردم بسیار راضی خواهند بود. اما شما به عنوان حاکمیت میگید که دوراندیشانه و درست اینه که اون منابع رو من صرف سرمایه گذاری کنم برای ایجاد مثلا زیرساخت‌های اشتغال و تولید در آینده. عرضم اینه که الزاماً هر کسب رضایتی درست نیست. خیلی وقتا کسب رضایت میشه رخدادی که آیه کواکیان و دوستانشون بهش میگفتن پوپولیسم. همینه من میخوام بگم. اتفاقا اگر حکومت بیاد منش و روش پوپولیستی اتخاذ بکنه، اسمش دیگه جلب رضایت نیست، یه نوع حقه بازیه. رضایتی که من میگم حتما توش مصلحت مردم هم هست و اگر هم مشکلی هست مردم رو قانع باید بکنن. پس تو این نقطه با هم نظریم که اهداف بخشیش رضایت مردم درش وجود داره، بخشیش هم الزاما رضایت. یه بخش بحث اهداف در حکومت، یه بخشش هم این است که من واقعا میگم خود جامعه اگر واقعا مثلا میخواست به لحظه و به اون آن و اینکه مثلا حالا یه مقدار یارانه رو زیادتر کنن پس بابا و چهچه بگه ولی اهداف واقعیش در نظر نگیره، باید حکومت اتفاقا نصیحت لازم داشته باشه، بحث لازم برای اونا، اقناع افکار عمومی داشته باشه ولی بالاخره رضایت جلب بکنه. اما نه اینکه بخواد تحمیل بکنه، رضایت جلب بکنه با همون اهدافی که خودش داره. پس من میخوام بگم هم در بخش اهداف حاکمیت و هم در بخش
علل ارز که مردم بالاخره میخوان چه کار بکنن، بعد این رضایتمندی مطرح باشه. این را یه نکته‌ای میخواستم بگم. البته اگر به دست بیاید خوب است، اما همیشه هم قابل به دست آوردن نیست. آقای دکتر سر کلاس میرن و برای مصلحت دانشجوها مثلا 5 تا کتاب معرفی میکنن که دانشجوها کتاب رو مطالعه کنن برای امتحان. بچه‌ها وارد گفتگو چانه زنی میشن که نه 5 تا زیاده و 2 واحد درسه و ایشون هرچی توضیح میده که خب شما دانشجویید باید 5 تا کتاب بخونید، زیاد نیست، ما زمان دانشجوییمون. ایشون خواهند گفت مثلا 10 تا کتاب برای این 2 واحد خوندیم. اقناع نشدند. شما کوتاه میاید. من ارزم اینه رابطه استاد با دانشجو خیلی مثال زدم. نه همینجا مثال زدم. اگر واقعا استاد بخواد به زور برشون تحمیل بکنه، اونا میرن یه کار دیگه میکنن. یعنی دانشجو نه تنها دوتاش هم که میخواد بخونه نمیخونه، میگه برای لج استادم شده، اون دوتاش هم دیگه نمیخونم، چه برسه به 5 تا. من میگم یک جوری باید اقناع بکنه، یه جوری باید دانشجو. خب اون یه جورش ببینید مثلا حکومت مالیات میگیره. نه ببینید حکومت مالیات میگیره. خب واقعا کدوم شهروند با رضایت خاطر میره مالیات میده؟ نفرمایید اتفاقا. حالا آیا کواکبان خودشون مالیات میدن به تیب خاطر؟ نه اتفاقا تو بسیاری از کشورهای بالاخره پیشرفته همونجا هم فرار مالیاتی پدیده رایجه. احساس میکنه من اگر بخوام اداره مطلوب حکومتی داشته باشه حتما باید مالیات ولی همون آدم هم بالاخره ترجیحش همون احسن. نه ته دل ما نمیخوایم، ما همون رضایتی که بالاخره به تیب خاطر بیاد مالیات بده بالاخره. نه عرضم سر اینه که الزاماً سر اون اینکه ایشون میگن باید رضایت جذب کنه این امکان پذیر نیست. خودشون هم میدونن. کمی بالاخره یه بحث دیگر هم این است که ایشون باز به درستی نکته رو فرمودن و بنده هم باشون موافقم که اتفاقا این که بگیم مثلا ریشه خارجی داره این بحث ناکارآمدی، این درست نیست. یعنی بحث این است که طبیعیه دشمن باید دشمنیش بکنه و بحث ناکارآمدی رو نباید به اصطلاح هر شود بندازیم توپ به زمین خارج رو بگیم. اما یه نکته فرمودم، من با اون نکته باز مسئله دارم و اونی که میخوام بگم اتفاقا اگر اینی که شما میفرمایید که طبیعیه اونو، ما یکی از بحثامون این است که با خارجی ها باید تعامل کرد. اینجا ممکنه با هم دیگه باز اختلاف داشته باشیم. یعنی این که نگیم دشمن چون دشمنه من البد و الختم اون قرار دشمنی بکنه و ما هم تمام انرژی برای اینکه نواپیما بلند بشه بر جاذبه ها باید غلبه بکنیم این نواپیما رو. نه، من میگم اتفاقا یه بخشی از این کار این است که بریم ببینیم چجوری میشه که تا حدی که میشه دشمنیش کم بکنیم، تا حدی که میشه. و یک دیدگاه واقعا این نیست، ما تعارف هم نکنیم. یک دیدگاه میگه آقا مثلا میگه آقا چرا FATF نمیدید حل بکنیم؟ میگه ما که تحریم هستیم اینم روش. میگه آقا مثلا فلان چیز بیایم درست بکنیم، میگه آقا که دشمنی میکنه اینم روش. ما اینم باید حل بکنیم دیگه آقای دکتر کوشکی. یعنی بحث من واقعا اینه. حالا ایشون مطالعات بالاخره بین‌المللی هم دارن. عرض بنده این است که اینی که ایشون میفرماد بالاخره باید از اول حساب کارو بکنیم که دشمن، من میگم یه بخشی از کارآمدی هم این است که تا اونجایی که میشه دشمنی ها رو کم بکنیم و بریم به سمت این که بالاخره یه تعامل مثبتی با این کسایی که بالاخره میخوام با ما دشمنی داشته باشن. این موقعی است که اصلا هیچ صراطی رو مستقیم نمیرن و نمیشه، اون یه بحث دیگریه. دقت فرمودید. من عرض کردم واژه دشمن رو اینجا شما ابتداً به کار بردید، من یه واژه دیگه تخصصی به کار بردم، منافع و امنیت ملی. ببینید ما میگیم برای خودمون، مثال زدم عینی، گفتم تو خلیج فارس در چارچوب حقوق بین الملل ما منافعی رو برای خودمون متصوریم در چارچوب حقوق بین الملل، نه چیزی فراتر از آن. خب این میزان رو اگر ما بخوایم بهره برداری کنیم از منافع و امنیت ملیمون در خلیج فارس، این با منافعی که آمریکایی‌ها، اتحادیه اروپا و برخی قدرت‌های دیگه برای خودشون از این منطقه متصورن تضاد داره،
تضاد داره. یعنی اینجا ما نمیتونیم بریم به آمریکا یا خلیج فارس حوزه استحفاظی ماست، لطفاً اینجا رو تو منافع و امنیتتون لحاظ نکنید، از اون نقطه‌ای که سهم ما تمام میشه خلیج فارس رو تعریف کنید. آمریکایی‌ها میگه نه خیر چنین نیست، من ابرقدرتم. حوزه‌ای هم که واقعاً تعریف کرده در چشم‌اندازهای 15 ساله امنیتی و غیره، خلیج فارس از بوشهر تا در واقع سواحل عربستانه، نه خلیج فارس از مثلا جزیره فارسی یا از جزیره بوموسا به سمت پایین. توجه فرمودید؟ به همین خاطر اینکه دشمنی رو کاهش بدیم، این یه حرفی است که در عالم تخصصی معنی نداره. من نمیفهمم یعنی چی این حرف. برای کسانی که دانش این عرصه رو ندارن حرف جذابیه، ولی در عالم واقع ما منافع و امنیت ملی داریم، کشور دیگه هم داره، مثلا آمریکایی ها. او بر اساس قدرتی که برای خودش متصوره در منطقه غرب آسیا، در خلیج فارس، در جهان منافع تعریف کرده. ما هم برای خودمون بر اساس واقعیت هامون، بر اساس قوانین و حقوق بین المللی منافع تعریف کردیم. این دوتا با هم تضاد داره. خب ما اینو با چه گفتگویی میتونیم حل کنیم؟ حالا ما همین مورد ببینید نکته سر اینه که اینجوری با هم واسه نکنیم که به یه جایی بریم. نه خواستم بگم که یه کوچولو، چون مثال خلیج فارس فرمودن، حالا همین یه کوچولو بگم. ببینید من اتفاقا بحثم همینه که حالا الان که بعضی از بحثا امریکایی‌ها میگن ما دیگه الان خیلی به خلیج فارس کار نداریم، اولویت‌هامون جای دیگه است. حالا فرض می‌کنیم که حالا همون نکاتی که ایشون فرمودن. ببینید من میگم ما الان 5 بار داریم با عربستان سعودی از طریق عراق مذاکره میکنیم. حتما برادر بزرگتر این کشورهای عربی عربستان دیگه داریم مذاکره میکنیم. اگر قرار باشه که منافع عربستان تعریف شده باشه در راستای منافع آمریکا باشه، مولای دردش نره، وقت زیادی داریم مگه بریم با هم دیگه بشینیم مذاکره بکنیم؟ اتفاقا مذاکره میکنیم که بگیم آقا مثلا ما در بحث حوثی‌های یمن اینجوری باید با هم دیگه تعامل کنیم، بریم مثلا طرف صلح پایدار رو مثلا. میدونید که تو اون گفتگوهای ما بحث‌های منطقه‌ای اصلا نیست. حالا نه بحث یمن محتوای مذاکره من کار ندارم. من میگم اگر قرار باشد دشمنی بر مبنای منافع ذاتی دائمی ابدی لا یتغیر باشه، اصلا مذاکره دیگه معنا نداره که. ولی ما داریم واسطه میتراشیم 5 بار از طریق عراق که بشینیم با عربستان بگیم آقا حداقل این فلان شده اینترنشنالت کمتر پول بده که علیه ما اینقدر مثلا نشود که من بحث کنم. من متوجه شدم معتقدن که سیاست خارجی و تقابل هایی که ما با کشورهای بیگانه داریم همشون لزوما تو این برگردیم به موضوعتون یا این من برام مشکل نیست. نه الان بحث اینه که این سیاست خارجی چه ربطی به ناکارآمدی داره؟ ما الان داریم به این خصوص صحبت می‌کنیم. الان شما آقای دکتر اینجوری که شما فرمودید، آقای دکتر کواکبی میگن اینجوری که آقای دکتر کوشکی به مسئله نگاه می‌کنه اصلا مذاکره بی معناست. نه این گونه نیست. ببینید ما که همه که با ما تعارض و منافع ندارن. ما تو دنیا کشورهای بسیاری هستن که با ما هیچ تعارض و منفعتی ندارن. ما سیاست خارجی گام اولش اینه که اونها رو شناسایی کنیم و بریم با کشورهایی که با ما منافع متعارض ندارن وارد تعامل حد اکثری بر اساس منافعمون بشیم. این ساده ترین کار ممکنه. اگر مثلا آقای دکتر تو یک مجتمع مسکونی زندگی میکنن که یک نفر مثلا به دلیلی با ایشون نمیخواد دوست بشه، در عین حال تو اون مجتمع 10 نفر دیگه هستن که به ایشون ارادت دارن یا نه شهروندان یا مانند ایشون و در برابر اینکه ایشون به اونها احترام میذارن اونها به ایشون احترام میذارن. خب منطق اینه که آی دکتر و این کارم میکنن، حتما میرن اول با اون 10 تا همسایه متمدن مؤدبشون دوست میشن، با هم کار میکنن، تو مدیریت ساختمان مشارکت میکنن، مسائل احتمالی رو حل و فصل میکنن، انرژی اول رو اون ور میذارن. نه اینکه بیان ابتدا به ساکن سراغ این همسایه بد عنق بد اخلاقی که با خودش درگیری داره بخوان حالا الزاما مشکلاتشون رو با این یکی حل و فصل کنن. سیاست خارجی فعال اول اینه که ما بریم سراغ کسانی که منافع مشترک باشون داریم، اشتراک منافع که حتی منجر به همگرایی یا نزدیک شدن باشه. بعد سراغ کسانی که تعارض منافع نداریم، بعد سراغ کسانی که با آنها تعارض حداقلی داریم و در انتهای جدول سراغ کسانی که بر اساس حقوق بین الملل، بر اساس قوانین موجود راضی به منافع
اصلی خودشون نیستن و منافع خودشون رو به گونه‌ای تعریف میکنن که در چارچوب منافع ما وارد میشه. بالاخره من یک جمله بیشتر اینجا نمیگم، این قسمت بحثه. ایشون قبول داره که یه اشتراک منافعی ممکنه در سیاست خارجی حالا توی مجتمع مسکونی حالا سیاست خارجی اشتراک منافع. نه، حرف من همینه. من میخوام با قاطعیت بگم که ما در سیاست خارجی نه دوست دائم داریم نه دشمن دائم. این خیلی حرف مهمیه. باید رو این بله یه رژیم صهیونیستی اشغالگری اومده سرزمینی رو گرفته، اون رو هم باید بالاخره باش حل کنیم. اما من میخوام بگم توجه بکنیم که اگر واقعا میاییم اینجا، همین مثلا کشور برادر چین، خب ما دیدیم که وقتی اونجا چرتکه زد با عربستان میتونه بیشتر بالاخره تو منافع اقتصادیش یه خود یادش رفت که با ما هم رفیقه. پس دوستی دائم نیست. دوستی دائم نیست. هیچ کشوری دشمنی دائم هم نباید تصور بکنیم داشته باشیم. دوستی و دشمنی تو عرصه سیاست بین الملل بر اساس منافع این نظر خوبیه. اشتراک منافع باعث می شود که ما گاهی مجبور به مذاکره بشیم برای اینکه حد اکثر برسونیم این اشتراک رو. من به خاطر اینکه حالا هر دو یه نقطه‌ای گذاشته باشیم روی این بحث، فقط می‌خواستم یه سوال کوتاه بله خیلی اینجوری بپرسم. تأثیر سیاست خارجی ما در ناکارآمدی کشور رو چقدر می‌بینید؟ اگه میتونید مثلا یه درصدی بگید یا بگید آقا این میزان از ناکارآمدی من معتقدم سیاست خارجی ما خیلی تاثیر داره، ولی باز منشأش داخلیه. اون دور برمیگرده به ساختار یا بله یعنی ما حالا چند درصد میدونید من در مجموع معتقدم که شاید 30% مباحث ما برگرده به سیاست خارجی، 70% داخلیه، ولی همون 30% هم خیلی نمیشه گفت حل نشدنیه، میشه باز در داخل مسئله‌اش حل. سیاست خارجی که چیز جدایی نیست، سیاست خارجی هم تو همین مملکت اتفاق میفته. به همین خاطر هر ناکارآمدی که ما داشتیم در این مدت یا بعداً خواهیم داشت ریشه درونی داره. یعنی اگر ما نمیتونیم منافعمون رو تو این جهان حفظ کنیم، تقصیر اونها نیست، تقصیر ماست که نتونستیم حفظ کنیم. و همین خاطر 100% رو درونی میدونه. خب ایشون از ما لیبرال‌تر شده. نه لاکه لیبرال نه قبول داریم در خدمتتون. آقای دکتر هم بحث عوامل بیرونی رو حالا یه گذری بکنیم، برسیم به بحث عوامل درونی. توی این بحث دو تا نگاه کلی وجود داره. عده‌ای معتقدن که راهکار حل مشکلات در بحث ناکارآمدی عزل افراد ناکارآمد. نه اینو فرمودید. اینا ببینید خیلی اگر همون چیزی که کسانی که نه اینا کسانی که چون این گفتن خب خیلی سطحی نگاه میکنن. بله. گویی این که مثلا آقای الف برود آقای ب بیاید. من یک کاری رو یه ذره تلخه سر بعضی از کلاس‌ها انجام میدم. یه تعداد یادداشت از مطبوعات تو دوران‌های مختلف تاریخی کشورمون، دوران‌های مختلف میارم، نمیگم اول میگم این خبر رو میخونم، به نظرتون این خبر مال کیه؟ بعد مثلا یه خبری هست در خصوص مشکلات تردد در خیابان‌های تهران و اینکه برخی از معابر روشنایی کافی نداره، بعضی از معابر مثلا چاله چوله داره و اینا موقع بارندگی آب توش جمع میشه و اون وسایل نقلیه که تحرک در واقع حرکت میکنن این آبو میپاشن رو شهروندان. بعد میگم به نظر تو این مال کیه؟ یکی میگه آقا مال دیروز، همین اتفاق برای من دیروز رخ داد. میگم نخیر، روزنامه اطلاعات 1307. بعد یک بریده دیگه مال 1332، یکی دیگه مال 1341، یکی دیگه 1358، یکی دیگه 1300. بعد میگم نگاه کنید این که مثلا معابر ما صاف نیست و توش چاله هایی است و این چاله ها جاهایی هم هست که روشنایی معابر نیست و خودرو عبور میکنه یا وسیله نقلیه عبور میکنه. میخوام بگم این مسئله خیلی ساده، یعنی یکی از 10,000 مسئله‌ای که ما باهاش روبرو هستیم و دانشجو میاد میگه دیروز برای من رخ داده، این از 1307 تا الان دامنگیر ما بوده. پس این حکایت میکنه و از این جنس مسائلی که ببینید مسئله مسکن، مسئله اشتغال، مسئله آلودگی هوا، مسئله تراکم زیستی، مسئله در واقع و هزار تا مسئله دیگه، اینا مسائلی هستند که ما تو دهه 20 30 40 شمسی تا الان به شیوه‌های متفاوت باش روبرو بودیم. خب
و البته مسائلی هم بوده که در گذشته باش روبرو بودیم، اونها رو حل کردیم. وقتی که نگاه میکنیم این فهرست رو متوجه میشیم بخشی از ناکارآمدی‌های ما، ریشه های اصلی رو میخوام بگم، بخشیش ناشی از اینه که ما علم پایه عمل نمی کنیم. کی؟ فرد؟ ما که میگم نه، ما یعنی این ما میتونه آقای نیکپی شهردار تهران در زمان مثلا نخست وزیری هویدا باشه، بله، میتونه مثلا مال بوذرجمهری، کریم آقا بوذرجمهری باشه، مثلا به قولی اولین شهرداری تهران در دوره پهلوی، میتونه مثلا فرض کنیم مال آقای کرباسچی باشه، میتونه مال آقای مثلا زاکانی باشه. یعنی این علم پایه عمل نکردن اختصاص به قبل و بعد انقلاب نداره. این یکی از زیرساخت‌های جدی ناکارآمدی ماست. وقتی هم که میگم علم منظورم اون کتبی نیست که ما از انگلیسی به فارسی ترجمه میکنیم، این اسمش علم نیست. علم منظور اون تلاش روشمند برای یافتن پاسخ به سوالات و پیدا کردن راه حل برای مشکلات در یک چارچوب روشمند در قالب تجربه است. ممکنه این علم رو یک گروه تجربی یا یک گروه دانشگاهی یا گروه حوزوی یا اندیشکده دانشجویی یا هر کسی که روشمند برای حل مسئله تلاش میکنه اون علم رو ایجاد کنه. یه عده مثلا حتی مکانیک ممکنه چنین علمی رو ایجاد کنن که مثلا مهندس هم نیستن، تجربه مثلا مکانیسین بودن رو دارن. این علم پایه نبودن یکی از زیرساخت‌های جدی در واقع ناکارآمدی در کشور ما قبل و بعد از انقلاب اسلامیه. در جمهوری اسلامی هست، در قبل از اونم بوده. و بی‌اعتنایی به علم موجود. یعنی فرض کنید ایشون یه پژوهشگره و میاد میگه من در چارچوبه قواعد و قوانین کشور، در چارچوبه ارزش‌ها و هنجارهای کشور برای این مسئله این راه حل رو پیدا کردم. اصلا کسی به ایشون توجه نمیکنه. حالا شاید هم راه حل ایشون راه حل درستی نباشه، شاید هم باشه، ولی اون من مسئول میگم من که علامه دهرم. حالا آقای کواکبیان راه حل پیدا کردی، ممکنم هست بگم بله پسر جان راه حلتو بده و بعدم ایشونو سر بدوانم و ایشون دیگه ناامید بشه و برود. این بی‌توجهی به علمم گفتم چه تعریفی، منظورم ترجمه از متون لاتین الزاما علم نیست. این یکی از ریشه های ناکارآمدیه. خب بعد از این ما میرسیم، اینو اصلی ترین مسئله میدونم. بعد از این میرسیم به این که بی‌مسئولیتی یعنی که ما چه در مقام فرد چه در مقام ساختار مسئول نیستیم. بخش زیادیمون احساس مسئولیت نمی کنیم و اگر در واقع اینم پیوند میخوره با یه رکن سومی به نام عدم قانون مداری. اگر قانون جدی اجرا بشه اون مسئولیت پذیری درمان میشه و چون مسئولیت پذیری نیست یا کمه اون قانونم اجرا نمیشه. من میتونم 100 مورد بشمارم یا 1000 مورد که مسئولی مثل آقای کواکبیان برای یه مشکل قانونی ریش سفیدی کرده که یه جوری مسئله حل بشه، یا من معلم با آموزش دانشکده برای اینکه مشکل یه دانشجو حل بشه و قوانین در واقع نمیذاره مثلا رفتم پادرمیانی کردم و ریش سفیدی کردم. این یعنی اینکه اون قانونه برای اون خط قرمز نیست، حالا ولو قانونی که ممکنه دقیق هم نباشه و قانونی که حتی علم پایه هم نباشه. پس یعنی این بی‌توجهی به علم در حکمرانی، بحث بی‌مسئولیتی که تو نظام تربیتی ما مسئولیت جمعی تعریف نمیشه. مسئولیت جمعی بسیار از مردمان ما مسئولند در نسبت خانوادگیشون، پدران و سختکوش، مادران فداکار، اما اینها نگاه مسئولیت جمعی ما کم داریم. این مسئولیت جمعی مثال ساده بزنم. یه روزی این آقای کواکبیان ما نشستن اینجا، زمان جنگ بوده، رژیم صدام جنگ رو تحمیل کرده، گفته به پدر مادرش میخوام برم جبهه. گفتن دست خدا به همراه، برو. و اخویش هم همینو گفتن، اخویش هم رفته جبهه. این یعنی اون حس مسئولیت جمعی، یعنی اون پدر و مادر منفعت خودش باید بگه که مصطفی بمان و منفعت جمعی بگه برو، و به ایشون گفته برو دست خدا به همراه، و ایشون رفته، اخویش هم رفته، ایشون برگشته، اخویش برنگشته. خب نکتم چیه؟ این حس مسئولیت جمعی رو تو همه عرصه ها نداریم.
تو برخی از عرصه ها هست، تو برخی از عرصه ها نیست، تو بعضی از انسان ها هست، تو بعضی از انسان ها نیست. این عدم حس مسئولیت جمعی که با بی‌اعتنایی به قانون مکمل میشن و ممزوج میشن، این سه تا بخش عمده ای از ناکارآمدی ها به این سه تا برمیگرده. و حالا در دیگر سو هر موقع که این سه تا تنظیم بشه با هم و آمیخته بشه میشه کارآمدی. درست. آقای دکتر نگه دارید. من به دوستان پشت صحنه گفتم آقای دکتر کوشکی ارادت داریم، سلامت میفرمون استفاده میکنیم، میگم یعنی یه خود من مطمئنم الان زمان بگیرن شما بیشتر از من. حالا در حال ببینید آقای دکتر من یه صورت بندی واسه مخاطبان داشته باشم. من یه دقیقه بگم با حداقل حقوق منم حلال شه. آقای دکتر کوشکی میفرمایند که دو تا ریشه داره ناکارآمدی. یکی نه یکیشو ممزوج کردیم. گفتم که اون دو تا با هم مکمل همه. درست. یکی بحث علم پایه نبودن تصمیمات بود و یکی هم بی‌مسئولیتیه که حاصل قانون مدار نبودنه که اینو بیشتر تو حوزه تربیتی تعریف کردن. حالا در خصوص عوامل درونی ناکارآمدی نظر شما رو بله ببینید من واقعا خیلی خوشحالم بالاخره آقای دکتر کوشکی ذهنیتی داشتیم که بعضی حرفاش قبول نداشتیم ولی الحمدلله خوب حرف میزنه و ما خوشحالی استفاده میکنیم. تو در این مسئله هر شود که یه نکته ای رو من بگم، من یه زمانی بالاخره نماینده تهران بودم و عضو شورای ساماندهی امور پایتخت بودم، یعنی مجلس به من رأی داد که من عضو اون شورای ساماندهی بودم. در حد بالاخره بعضی وزرا و معاون اول و اینا جلساتی داشتیم و اونجا اتفاقا بنده 25 تا راهکار برای حل مشکلات تهران گفتم. حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم چون بعضی مثاله ایشون در مورد نمیدونم بحث‌های چوله های تهران هم نقل و این حرفا بود، خیلی مسائل مختلفی رو ما اونجا گفتیم. من در همین نکته میخوام بگم میشه تبیین کرد کدوم دولت کدوم شهردار کارآمدتر و کدوم شهردار ناکارآمدتره. نمیشه اینجوری بگیم که مثلا اولین شهردار تهران همین مشکلات داشته و آقای زاکانی هم الان همون مشکلات داره. نه، بحث کارآمدی ناکارآمدی بین این اشخاص کاملا تبیین میشه که حالا اون 25 تا شاخص مثلا یکیش حمل و نقل عمومیه، یکیش آلودگی هواه، یکیش ترافیکه، یکیش نمیدونم حاشیه نشینای بالاخره اطراف تهران هستن و کودکان کار هستن، چی هستن میگم همه اینا رو ما احسا کردیم اونجا گفتیم. پس این میشه، این یه نکته که توجه کرد و هر اساس همون علم پایه‌ای که ایشون میگه متریک ما بیاییم بگیم آقا این درصد شاخص نشون میده که این کارآمدتره و این ناکارآمدتره. خب من در طول همین نمایندگی من 3-4 تا شهردار بالاخره تجربه کردیم که میشه بین اینا مقایسه کرد. آره حالا در حال میخوام بگم این نکته رو توجه بکنید. در مورد بی‌مسئولیتی هم که فرمودن که باید یه حس مسئولیت جمعی باشه، اتفاقا من اینجا هم باز این نکته دارم. به میزان اعتماد مردم به اساس حکومت و حاکمیت این مسئولیت جمعی بالا پایین میشه. یه نکته مهمیه. یعنی اگر شما خدای نکرده به هر دلیلی به اساس حکومت یه نوع بی‌اعتمادی داشته باشید دیگه خیلی حرفتون رو گوش نمیدن و این باعث گرفتاری میشه واقعا. لذا ما باید در جهت افزایش اعتماد عمومی حرکت کنیم تا اون مسئولیت جمعی که ایشون میگه اخویه من رفت شهید شد ولی من نتونستم شهید بشم این حاصل بشه، مثلا پیش بیاد. من واقعا در مورد اون حاکمیت قانون من میخوام یه بحث جدیدی رو باز بکنم که حالا ایشون فرمودن. اتفاقا من معتقدم بعد از این داستان مرحوم مهسا امینی که پیش اومد واقعیتش خب 3 تا دیدگاه الان وجود داره. یک دیدگاه در مورد بحث قانون، یک دیدگاه کلا نه قانون حاکمیت قانونشون میگه، حالا مورد حجاب یه بحث جداییه، حکومت و حاکمیت قانون. من معتقد هستم که یک عده واقعا دنبال این هستن که بگن که اساساً بالاخره همه قوانینی که فعلا
جاری و ساریه هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره و الحمدلله همه امور بر اساس چیزای خوبی پیش میره و همین اینجوری میگه. واقعا من دیدم. بیا براتون بعضیا بگم. ببینید من مثال میزنم. همین 12 آذر همین امسال همایش قانون اساسی بود. هر سه تا تقریبا از رؤسا فرمودن اصلا بنبستی در قانون اساسی وجود نداره و هر چی هست تو اجرا هست. مثلا میگن دیگه هیچ، یعنی همین دیگه. چرا این که پخش کرد؟ آره نه واقعا شما شنیدید یا نه این حرف گفته یا نه؟ گفتم قانون اساسیش بنبستی نداره. عین این جمله بود. می‌دونید که اینو یه جوری میشه تایید نه همین ببینید قانون اساسی راه بازنگری گذاشته و الا قانون نه اساسی گیر زیاد نه اصلا اینا میگن نرید، اصلا تو همین الفاظش هم نرید. همین دیگه هست. خاطره ماندلا رو هم بعد دادیم گفت. حالا اون که در خارج بهش فرموده بودن الحمدلله همه چی امور درسته. ببینید نه من عرضم اینه یه دیدگاه خلاصه اینه که ما اصلا مشکل عدم اجراه، مشکل خود قانون نیست و این بحثه. نکته دوم این است که خب یه عده‌ای هم از اون ور افتادن میگن اصلا باید نظام براندازی بشه، نمیدونم هیچی و حالا یه کافه خیابون هم برای خودشون درست میکنن که بگن آقا این ببینید، در حالی که خودشون هم میدونن که واقعا این چیزی که من و تو یا BBC پرشن نمیدونم اینترنشنال میگه اگه مثلا 2 ساعت دیگه حکومت از بین نره دیگه حتما دیگه فردا صبح دیگه تمومه دیگه، یعنی یه جوری جلوه میدن که در حالی که این هم دیگه بی خودیه. یعنی ما بیایم بگیم آقا همه چی داره از بین میره و تمام است. ما یه نظر سومی رو اینجا باید بپذیریم، یعنی واقعا اگر نپذیریم مشکل داریم. هم نظر کسانی که میگن هیچ مشکلی وجود نداره، همه چی پیشرفت میکنیم، دشمن هست که داره چوبلای چرخ میذاره جلو پیشرفت ما رو بگیره، همونایی که میگن آقا همین امروز باید این نظام از بین بره و براندازی بشه و تموم بشه و فلان و برای خودشون سناریو سازی میکنن. من معتقدم که واقعا بپذیریم که همون نکته اول که کارآمدی 100% نیست و ناکارآمدی حتما وجود داره و بپذیریم هم یک بخشش اصلاح بعضی از ساختاراست. این رو اگر نپذیریم من معتقد هستم که صورت مسئله رو الحمدلله پاک میکنیم مثل خیلی از حوادث. مگه 88 حل نشد بالاخره صورت مسئله پاک شد، ولی واقعا اصل مسئله هم حل شد، ولی یه آتش زیر خاکستری یه روزی باید حلش کرد دیگه. من معتقدم در این مسئله قانون اساسی هم اتفاقا باز همین سه تا دیدگاه وجود داره. یک عده معتقدن که به قول ایشون هم الان تا حدودی اشاره کردن که حاکمیت قانون یعنی که بالاخره اجرا بشه، خوب اجرا بشه و مسائل و حتی بعضی از اصلاح طلبان میگن اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی. یعنی در واقع ما دولت‌ها رو عوض بکنیم. آره میگن آقا همونی نه همون یعنی نکته‌ای که شما فرمودید، میگن آقا اشکاله خب اون رو برکنار بکنید تموم میشه میره، ولی اصل ساختار باید حفظ بشه چیز نشه. خب یه عده‌ای هم واقعا اینجوری میگن که من معتقدم نه آقا مشکل داریم، ما واقعا مشکل داریم. یه عده‌ای هم باز از اون ور میافتن میگن آقا جان اصلا دیگه بحث قانون اساسی فعلی دیگه هیچی، خداحافظ شما بریم اساسا یک نظام جدیدی را درست بکنیم و اینا. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا این نظام هم حالا اصل 177 که ایشون هم اشاره کرد در خود قانون اساسی پیش بینی کرده که آقا در زمانی که یه مشکلاتی هست میشه بیایم راه حل بازنگری قانون اساسی رو پیشه بگیریم و حالا اون ترکیبی هم که هست، اون بحثایی که هست اینا و بعد به رفراندوم بذاریم. من یه طرحی گفتم جمهوریت سوم، یک جمهوریت گفتیم که بالاخره اولین بار رفراندوم کردیم برای قانون اساسی سال 58 بود. از 58 تا 68 جمهوریت دوم بود که برای بار دوم باز 68 ما اومدیم بازنگری قانون اساسی رو به رأی گذاشتیم رفراندوم. یه بار دیگر هم بریم سر جمهوریت سوم، یعنی بیایم در اصول قانون اساسی
حالا حتی آقای احمدی‌نژاد میگه من جمهوریت سوم من بودم. اینم در نظر داشته. من نشیدم اینقدر عقلش برسه خوبه، من حرفی ندارم، ولی بعید میدونم که هر شود که جفتتون سمنانی بودید. حالا نه دیگه ایشون، حالا من واقعا نشیدم ایشون بگه. بعضی از دوستان اصولگرا گفتن جمهوری دوم، بعضیا چیزای دیگه گفتن، ولی جمهوری سوم حالا بگه ایشون هم گفته باشه عقلمندانه صحبت کرده. در حال این کار را ما میتونیم بکنیم و بریم سمت همین نکته که ایشون فرمودن که واقعا با حاکمیت قانون را از این منظر که یه اصلاحات ساختاری در اونجا ما انجام بدیم و بسیاری به نظر من ناکارآمدی‌ها قابل حله و ضمناً این مشکلاتی که ما چون حداقل چندین جلسه ما رو دعوت کردن، وزیر کشور جدا، دبیر شورای عالی امنیت ملی جدا، کجا رفتیم اونجا گفتیم که برون رفت از وضعیت فعلی. یه بخشش هم این بازنگری قانون اساسیه، منتها در چارچوب خود قانون اساسی، یعنی در چارچوب اصل 177 و این که دیگه حالا بعضیا بگن نه نظام باید از بین بره و بعضیا بگن الحمدلله هیچ غباری بر گرد این نظام نباید بشینه. هر دو تا رو من مخالفم. خوشبال ایشون خیلی مناست، به همین خاطر هم شورای عالی امنیت ملی دعوتش کرده به راه حل، هم وزارت کشور. ما که الحمدلله تو دانشگاه نشستیم فقط داریم دانش میآموزیم. چون اینا میخوام بگم ایشون خیلی مناست، ایشون از خودشونه. نه آره اب نداره، البته ایشون میدونن که به صراط مستقیم هدایت شده است، من میبرن هدایت بکنن، اینم فرقش هست. آقای دکتر کوشکی، آقای دکتر کواکبیان ایده اصلیشون رو ایده اصلاحات ساختاری گذاشتن، یعنی همه این بحثایی هم که شما گفتید علم در واقع پایه نبودن تصمیمات، اون بحث تربیتی قانونمند نبودن رو توی بحث اعتماد مردم به حاکمیت گذاشتن و این اعتماد رو هم حاصل در واقع به خاطر اینکه برگرده این اعتماد، اون بحث اصلاحات ساختاری رو مطرح کردن. شما ایده اصلیتون چی هست؟ یعنی نظرتون در خصوص اصلاحات ساختاری حالا ایشون چون خودشون فرمودن خودشون توضیح بدن. اون روایتی که به اسم اصلاحات ساختاری مطرح کردن که بازگشت اعتماد عمومی، یه بحث لایه خیلی رویین سیاست، مشکلات اون موارد ناکارآمدی ما رو اصلا حل نخواهد کرد، این نیست. حالا فرض بنده اینه. ببینید من گفتم که ما عالمانه رفتار نمی کنیم، حس مسئولیت اجتماعی در ما ضعیفه و قانونگرایی ضعیفه. این سه تا، حالا شما میگید که ساختاری است یا کارگزاری اصطلاحاً، یعنی اشخاصند یا ساختارها، میگم هر دوی اینها این سه تا مشکل رو دارن. یکی میگه خب پس مثلا افرادی که به فرض نفوذی یا خائن هستند، میگم خب وقتی یه فرد نفوذی یا خائن میاد تو رأس یک منصبی قرار میگیره و موجب ناکارآمدی میشه، یعنی ما قانونمون اشکال داره، قانونمند نبودیم، حس مسئولیت ضعیف بوده که این فرد مثلا صلاحیتش برای وزارت تأیید شده، کسی که نفوذی بوده، کسی که خائن بوده، کسی که ناشی و ناوارد بوده. اگر ما علم پایه، قانون پایه و مسئولیت پایه رفتار بکنیم، این فرد اصلا نمیتونه بیاد. بعضیا میگن نه خب ساختارهای ما کارآمد نیست و پاسخگو نیست، ساختارهای ما خیلی مثلا ممکنه که فرسوده باشه یا امروزین نباشه یا منطبق به نیازها نباشه. میگم خود همین که ما ساختارهامون منطبق با نیازهامون نیست، ریشش تو بی‌توجهی به علمه، ریشش تو بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعیه. و از اون طرف هم من یه نقطه دیگری رو عرض کردم، گفتم ما در همین 42 سال بعد از پیروزی انقلاب تو عرصه هایی به طور جد کارآمدی از خودمون نشون دادیم، کارآمدی های فوق العاده و غیر قابل باور. اینها رو هم که نگاه میکنیم این ریشش اتفاقا همون سه تاست. همون سه تا یعنی 1 علم پایگی، 2 مسئولیت اجتماعی، 3 قانونمندی. حالا یکی میاد میگه که پس دین کجاست اینجا؟ من میگم این سه تا رو اتفاقا من از دین گرفتم، این حرف بنده نیست، این سه تا دینیه. من کتابی رو خدا توفیق داد سالهای گذشته که ذره فراغت بیشتر بود به اسم سیاست مطلوب در قرآن، صرفاً بر مبنای قرآن سیاست مطلوب رو استخراج تلاش کردیم بکنیم. این سه تا مال یادگار اون کاره و اون پژوهش 5 ساله است که کتاب منتشر شده، سیاست مطلوب در قرآن کریم. اتفاقاً دین میگه این سه تا رو، ما که نمیتونیم بگیم علم،
قانونمندی، مسئولیت اجتماعی و دین. نه خیر، دین این ستا رو گفته. هر جایی رو ما تو حوزه ناکارآمدی بریم میبینیم یکی از این ستا یا دو تاش یا سه تاش مفقوده. هر جایی که کارآمدی یا کارآمدی درخشان میبینیم این ستا با قدرت موجوده و مقتضی هست اونجا. اگر اجازه بدید من مطلبی رو بگم خدمتتون. توی بحث ایده اصلاحات ساختاری یه حرفی که خیلی زده میشه بحث شایسته سالاری هست. میگن که همین شایسته سالاری میگن که الان نظام داره به سمت تک قرائتی شدن پیش میره. نه این روایت‌های ژورنالیستیه، جدی نه الان نه خب الان تو انتخابات قبلم خب دیگه خیلی ببینید وقتی در آستانه انتخابات و قبل و بعد انتخابات اون چه که گفته میشه معطوف به آوردن رأی و ژورنالیسم معطوف به رأیه. من بحثم اینجا بحث ژورنالیستی نیست که من دارم اینجا بحث نه که ژورنالیسم اهانت باشه ها. تکثر ها. ببینید مثلا بعضیا میگن اگر جمهوری اسلامی میخواد کارآمدیشو این روایت غلطی است. میگن تکثر. تو جمهوری اسلامی چه زمانی بوده که تکثر وجود نداشته؟ ببینید شما نگاه کنید الان آقای دکتر انتخابات قبل آقای من الان میگم الان به صلاحیت نشد این نشون دهنده چیز نیست. نه ببینید فرق که ملاک نیست که. تکثر یعنی بپذیریم که این مملکت یک سلیقه درش وجود نداره که این بسیار طبیعیه. ما 80 و چند میلیون انسانیم با یه تمدن 9000 ساله با دیدگاه‌های متنوع که اینها همه طبیعی است و تکثر توی این مملکت از بدیهیاته. اتفاقا کجاها تک قرائتی بودن و انحصار وجود داره؟ ببینید ما ساختار دانشگاهیمون بخش اعظمش از سال 76 تا الان در دست دوستان آقای خاتمیه و اجازه ورود به کسی نمیدن. بسیاری از گروه‌های دانشگاهی نیاز به هیئت علمی جدید داره ولی دوستان آقای خاتمی چنان تو پنجه‌های قدرتمندشون فشردن و آیین‌نامه‌هایی رو برای این کار تدوین کردن که اصلا غریبه به تعبیر خودشون نیاد. پس این بحث تکثر اگه کسی مدافعش باشه بندم دوستانی که عملاً در نظام دانشگاهی در فضای سینمای ایران در یک بار تو جشنواره میخواستن مثلا حاتمی کیان نامی جایزه بگیره، چنان فضای جشنواره رو بالا و پایین کردن که آخر سر حاتمی کیان یه هنرمند اومد گفت آقا من نمیخوام جایزتونو. اتفاقا انحصار دست دوستان آقای خاتمی متخصصند. جناح راست موسوم به اصولگرا کلا استعداد چنین کارهایی رو نداره، هوشمندیش هم نداره. توجه فرمودید؟ اصلا چیز مثل جناح راست هم من قبول ندارم یه عده‌ای که اصلاح طلب نیستن گفتن خب حالا ما وجه مشترکمون که اصلاح طلب نیستیم بشیم. من عرضم فارغ از بحث انتخاباتی و آقای کی رد شد و کی تایید شد. آخه تکثر پیدا بکنیم. خب ببینید الان به شما میگم ببین الان ما نگاه کنید. مثال دارم میزنم. آقای نعمتزاده شما یک کابینه اگر پیدا کنید که آقای نعمتزاده تو اون کابینه نبودن به شما جایزه میدن. از دولت شهید رجایی تا دولت آقای روحانی بوده. الان هم من بعید نمیدونم که تو این 2 سال باقی مونده یه دفعه آقای رئیسی بگه بیا. همین الان تو دولت آقای رئیسی نزدیک 70% مدیران هنوز مدیران عصر روحانی هستند و این نکته ببینید این بحث من سطحش جناحی و خط و اینا نبود، اینا نازل میکنه بحثا چون اصرار دارید عرض میکنم. تکثر یک اتفاق طبیعی تو جامعه ماست. کسی نمیتونه این تکثر رو به هم بزنه. ببین حتی در دوران پهلوی هم اون دربار و ساختار پهلوی آنگلوفیل توش بود، آلمانوفیل توش بود، روسوفیل آمریکوفیل توش بود. یعنی اونها هم چند جناح بودن، یعنی اونها هم یک جناح نبودن. شدنی نیست. این اختلاف اتفاق طبیعیه. خب منتها نکته سری به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه ایشون میفهمن وحدت کلمه در اون نقطه مبدئی. یعنی ما بپذیریم کیستیم، یه تعریف واحد، بپذیریم امنیت و منافع ملی ما چیست، این گام دوم. حالا بر مبنای روایت واحد و وحدت کلمه روی این اصول در نحوه اجرا، در چگونگی اجرا، در سلیقه ها متنوع مختلف باشیم. اما برای درمان ناکارآمدی باید علم، قانونمندی تقویت بشه، توجه به علم تقویت بشه. حالا درون اینا وقتی شما به این 3 تا توجه کنی شایسته سالاری هم میاد. به اینا توجه بکنید
در واقع سایر اون اصلاح در واقع بروز کردن ساختارها بر اساس نیازهای جامعه میاد و به تدریج حل میشه. تجربه بشری هم اتفاقا نشان داده که این سه تا مهمه. تجارب موفق خودمون تو این 43 سال هم نشون داده. ببینید ما الان خوشبختانه مثلا تو صنعت برق دیگه اصلا نگرانی به معنی رایج نداریم. این یعنی چی؟ خب با این سه تا اتفاق افتاده. یعنی یه عده اومدن بر اساس علم، بر اساس مسئولیت پذیری، بر اساس فداکاری، حتی بر اساس قانونمندی گفتن ما انرژی برق این کشور رو تامین میکنیم. خیلی حکومت وظیفش بوده ها، نه اینکه منتیستا، نه، ولی تو همین حکومتی که خیلی از عرصه ها ناکارآمده، اینا اون تونستن این مسئله رو سالها پیش حل کنن. ربطی هم به این دولت و اون دولت نداره. یعنی این افراد هم در دولت هاشمی بودن، هم در دولت خاتمی، هم در دولت احمدی نژاد، دولت روحانی و الان. یعنی این جنس آدم هایی که این سه تا ویژگی رو تا حد قابل توجهی با هم داشتن. آقای دکتر کواکبیان میگفتن که بیس این سه تا هم حتی همون اعتماد مردم به حاکمیت هست. این محصول این سه تاست. این سه تا اگر جدی گرفته بشه و حاکمیت هر جا که کارآمدی نشان بدهد، آنجا اعتماد به دست الان آقای دکتر بله خیلی فقط بفهم اعتماد مردم نسبت به چند سال پیش داره افت میکنه یا میره بالا؟ تو هر مسئله فرق میکنه. مسئله به مسئله فرق میکنه. خیلی ممنون. آقای دکتر هستم خدمت شما. من اجازه میخوام یه مقداری بالاخره ایشون صحبت کردم، برای من وقت در نظر بگیرید. دوستان پشت صحنه دارن میگن مشکل نداره. ما در خدمت دوستان هستیم. واقعیتش این است که حالا جناب آقای کوشکی از تئاتر و سینما و دانشگاه و از آقای خاتمی اسپردن و اینا، خب حتما ادله‌ای دارن و اگر هم باشه انحصار طلبی ما اونجا رو هم محکوم میکنیم. تعارف نداریم که بله فرق نمیکنه که حالا اگر وجود داره و ایشون هم ادله داره اونجا هم محکومه واقعا. اما اون چیزی که الان بیان هست، علت این که ایشون میفرماد همین بحث علم پایه و مسئولیت پایه و قانون پایه رو از دین گرفتن. من اتفاقا همینه میگم، همون دینم میگه باید اکثریت مردم رضایت داشته باشن تا ما بتونیم یه حکومت مطلوبی داشته باشیم، بر اساس همونی که ایشون میگه. و بحث اعتماد، خلاصه آمار رسمی انتخابات ریاست جمهوری برای دولت 13 گفتن 52% شرکت نکردن تو انتخابات. آمار رسمی، این که تعارف نداره دیگه. حالا ایشون میگه نمیدونم هیئت علمی فلان دانشگاه من باید برم تحقیق کنم، این دیگه آمار رسمی علنی همه جا گفتن دیگه. و جالبه در انتخابات قبلیش برای مجلس 11 هم باز آمار رسمی گفتن 60% شرکت نکردن، 40% شرکت کردن. خب یه موقع شما میگید آقا یه نظام انتخابات حزبی کشور اروپایی نمیدونم این درصدی که میان به اصل نظام و به کل چیز بر نمیگرده. خب اما یه موقعی که ما همه همتمون رو از اول پیروزی انقلاب گذاشتیم آقا خون شهدا به حرکت در اومده، نمیدونم شما رو به خدا تکلیف شرعیه، واجب الهیه، نمیدونم وظیفه قرآنیه باید بیایید، یه دفعه 60% تو انتخابات مجلس 11 نیومدن. و جالبه بدونید اونایی هم که اومدن نماینده 1/3 کسایی که شرکت کردن، یعنی مجلس 11 مجلس حداقلی چرا میگن 15% آرا رو پشت سرش داره، 85% آرا به این مجلس رأی ندادن. خب این بی‌اعتمادی نیست یعنی چیه؟ آخه طرفدارای اصلاح طلبان نیومدن به نامزداشون رأی بدن. نه ببینید حالا اصلاح طلب هر کی دیگه بابا بالاخره اینجوری اتفاق افتاده. خب همین یکی از دلایل اتفاقا که از دلایلش میاد تو مجلس دهم من سکوت باش. نه خب ببینید مجلس دهم، ببینید مجلس دهم، بعد من یه جمله است، مجلس دهم آقای کواکیان و دوستانشون به گونه عمل کردن که پایگاه اجتماعیشون حس بد پیدا کرد، نیومد به لیست. والا ایشون دور بعدی هم که میتونستن نامزد بشن و رأی بیارن، چرا رأی نیاوردن؟ شما داشته باشید. میخوام بگم عرض بکنم. حالا بگید کاندید شدید. بله ببینید من عرض بکنم. ببینید من عرض بنده این است که شما میگید چرا
من اتفاقا اواخر مجلس دهم بالاخره کلیپش هست، گفتم آقایون شورای نگهبان، ما در کل کشور فقط 60 نامزد تایید صلاحیت شده اصلاح طلب داریم. ما میتونیم بریم از لیست اصولگراها قرض بگیریم؟ نمیشد دیگه، تایید نکرده بودن به هر دلیلی. 60 تاش هم 30 تاش مال تهران بود که 18% فقط تو تهران شرکت کردن. بچهای روزنامه ما گفتیم آقا، گفتن دکتر جون ما دوستت داریم ولی نمیریم رأی بدیم. گفت عجب شما تو همین روزنامه کار میکنی؟ من عرض بنده اینه تهران 18% اومدن، یعنی 82% مردم تهران نیومدن شرکت بکنن. وقت شما میگید آقا همه چی الحمدلله رو به راهه. خب علتش یکی شرط صلاحیت هست، یکی آقای کوشکی میگن عملکرد خودتون. نه بحث من اینه که من کاندیدا نداشتم اصلا. من میگم شورای نگهبان به هر دلیلی این بحثی که داره واقعا عمل کردن دیگه. من خودم تو مجلس گفتم آقا جان ما در کل کشور 30 تا داریم، تو تهران 30 تا داشتیم اما کل کشور 30 تا کرسی برای ما مونده بود. خب ما چجوری میتونیم به عنوان اصلا یه حزب چجوری من میتونم بیام اکثریت مجلس بگیرم؟ اصلا نامزد ندارم تو انتخابات. یا بیایم توی همین انتخابات ریاست جمهوری. خب بنده خودم هم کاندیدا بودم. ایشون میگه الحمدلله همه صلاح بودن. کی میگه آقای مهرعلی زاده و آقای عبدالناصر همتی مال جبهه اصلاحات بودن؟ اصلا هم حرفایی نبود. جبهه اصلاحات یه لیستی داد، جالبه ما هم تو اون لیست بودیم و جالبم اینه بنده جزو کسایی بودم که بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان پروندم کنار گذاشته شده بود که بررسی بشه، چون 2 تا ابلاغیه داشتیم. یه ابلاغیه دولت بود برای یه چیز، یک شورای نگهبان. من با ابلاغیه شورای نگهبانم تایید شده بودم که یعنی بررسی بشه. خب تهش گفتن آقا یک اصلی بود، 2 تا نمیدونم ارشد خودی بودن، 4 تا هم پوششی. حالا من جسارت به کسی نکنم ولی بالاخره اینجوری مطرح شد. و جالب این است که واقعا آقای آرای باطله 2,500,000 تا رأی آورد. حالا شاید هم خانوم آرای باطله، چون خانومه که تایید نمیکنن. خب چرا اینجوری شد؟ چون واقعا تایید نکرد. یک جنا را به کل گذاشتیم کنار. این چه رقابتیه؟ چه انتخاباتیه؟ ایشون میگه آقا نه همه صلاح بودن. کجا همه صلاح بودن؟ این کجا نصاب طلبیه؟ اینه که شما تایید میفرمایید. واقعا این من خودم مثال زدم. من بگم که حالا اصلا فرض کنیم شما میگید بگیم آقا انتخابات اصلا آقای کواکبیان نامزد پیروز ریاست جمهوری، ایشون رئیس جمهور شدن، مشکل کارآمدی حل میشد. خب نه اتفاقا همینه مهمترین قدرت ارتباط اینی که نه اتفاقا مهمترین قدرت. آقای روحانی 8 سال، آقای خاتمی هم 8 سال، آقای هاشمی هم 8 سال، 3 تا 24 سال قدرت دست اونا بوده. مجلس ششم، مجلس دهم دست شما بوده. خب. مثلا اون زمان نظام کارآمد بوده. خب حالا ایشون از مجموعه 11 تا مجلس میگه 2 تا مجلس. نه خوشم میاد که داره میگه از مجموعه. آقا من دارم میگم همشهری بنده بوده آقای حسن روحانی. نه بنده ایشون اصلاح طلب میدونم نه خودش اصلاح طلب میدونه. کی هم چی مردم ایشون اصلاح طلب نه اصلا چه حرفایی نبوده. چرا؟ ایشون در بدنه جامعه روحانیت مبارز تهران از من البد و الالخط بوده. بعد نه آقای دکتر الان آقای دکتر اجازه من یه جمله بگم. آقا ایشون مثلا آقای نعمت زاده رو مثال بزن. نعمت زاده کی گفته اصلاح طلبه؟ یکی دلیل بله یه کسی بلد باشه تو همه کابینه باشه این میشه اصلاح طلب. این که دلیل. آقای دکتر عارف رو شما اصلاح طلب میدونی؟ بله. خب به نفع آقای روحانی رفت کنار دیگه. نه همچی حرفایی چرا؟ خب برای چی رفت کنار؟ آقای خاتمی مگه برای آقای عارف هم اگر واقعا توی شرایط مناظرات و بحثا احساس میکرد که ممکنه
بالاتر از آقای روحانی نه باشه آقای عارف گفت به من فشار آوردن، شده بود. فشار آوردن من که نگذاشتم. مثال آخری رو زدم، باز تو رفتی دکتر آخرین دولت شما اون بوده دیگه. دکتر عباس شیبانی هم تایید میشد. تایید اون که دلیل نیست که آقای کباکبیان بالاخره برای اینکه کنار دیگران آقای دکتر یه سوالی آقای کوچکی دارن، میگن اگر دولت دست شما باشه ناکارآمدی حل میشه. حالا من دلایلش بگم. الان دلایلش بگم. مشکلی که گفتم یعنی ببینید من بذار دلایلش بگم، نمیذارم میگم راحت کنم خیلی خودتون اذیت نکنید. بی‌توجهی به علم، بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی و بی‌توجهی به قانون به حمدالله تو همه دولت‌ها وجود داشته، تو همه مجالس وجود داشته. اصلا بحث عرض کردم بحث جناحی نیست. اشتباهی که این بحثو جناحی کنیم. تک تک دولت‌ها زمان جنگ رو من میذارم کنار، واقعا شرایط جنگ شرایط خاص، ولی از سال 68 به این طرف، یعنی از زمان ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی تا به الان، ما تو همه دولت‌ها و همه مجالس هم اون ستا رو هرگاه داشتیم کارآمدی دیدیم، هرگاه نداشتیم کارآمدی ندیدیم. اینی که آقای کواکبیان میگن، ببینید این حرفا دیگه این روزا یه شعار زشتی ساختن، نه اینوری نه اونوری، یعنی عبور کردن از شما، از اصولگراها. الحمدلله. خب اما نکتم سر اینه که کارآمدی نظام نه ربطی به اصولگرایی داره، نه ربطی به اصلاح طلبی، نه ربطی به مجلس پنجم یا ششم. کارآمدی نظام اینه که نه اصلاح طلبها نه اصولگراها اکثریتشون علم قبول نداشتن و ندارن، خودشون رو قبول دارن، باند و جناحشون رو قبول دارن، قانون براشون بازیچه است در اکثر مواقع، و مسئولیت اجتماعی رو هم قبول ندارن در بسیاری از موارد. حالا استثناءً بعضی از عرصه ها ما آدم‌هایی داریم فارغ از گرایش سیاسیشون این ستا رو دارن تو اون عرصه موفقیت. خب چیکار کنیم این ستا عمومیت پیدا کنه؟ شما یه مقداری توجه بکنید فرمایشات ایشون یه مقدار به قول غربی پاراکسیدوکاله، یعنی یه خود تناقض داره در بحثاش. واقعا من تعجب میکنم. ایشون داره میفرمود که اگر شخصی در رأس دولت باشه و کارآمد باشه خیلی فرق نمیکنه. من اتفاقا میگم فرق میکنه. چرا فرق نمیکنه؟ بابا مقام معظم رهبری به این دولت تقریبا همه اختیارات مذاکره با بحث برجام داده بودن. به دولت رئیسی آقای روحانی معتقد بود که آقای عراقچی داشت تموم میکرد، ولی گفتن نه. آقای روحانی دروغ قطعی میگه. حالا دیگه شما اینجا تهمت میزنید. نه خیر، ایشون وقتی که اومد حالا آقای روحانی وقتی که میاد میگه مسئولیت برجام، آقای روحانی بر اساس حرف خودش دروغ میگه. میاد میگه مسئولیت برجام با من موفقیت شد، جشن میگیریم. پس من اون زمان طرفدارای روحانی چی رو جشن گرفتن؟ شکستشون رو جشن گرفتن. بعدم قرار شد تو کتابای درسی هم بیارن چیزی که اختیار نداری جشن میگیری بابتش. حالا آقای دکتر مشکی ببینید، من معتقدم ایشون که قبول نداره، به حضرت عباس قسم، با لفظ حضرت عباس بگیم شاید باور کنه. اگر آقای ظریف اجازه میدادن برجام به سرانجام میرسید. خب برجام بس فرق آقای ظریف با یکی دیگه از لحاظ کارآمدی فرق نداره. خود آقای ظریف بهش گفتیم نوارد نمیدونم چیزش افشا کردیم. چطوری؟ من میکروفون میگیره. من رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس دهم بودم که از مجتبی ذوالنور تا محمود صادقی عضوش بودم. حرف شما رو قبول نداره. آقای ظریف میگه من باور نمی‌کردم آمریکایی‌ها خلف وعده کنن. چرا کاتولیک تر از پاپ میشی؟ خود آقای ظریف میگه ما اشتباه کردیم به آمریکا اعتماد کردیم. آقای کوشکی ببینید بحث من اینه. شما تو یه مثالی بزنید. من میخوام بگم اگر این دولت واقعا با همه اختیاراتی که داشت میتونست یک تیم کارشناسی کارآمد متخصصی برای مذاکره بفرسته، نه تیمی که از اول بگه باید پاره کرد برجام رو، فرق میکنه.
یه تیمی که باور داشته باشه که برجام میتونه به یه نتیجه برسه 8 سال وقت من که در جریان هستم. باید دولت آقای روحانی رو می‌ذاشتیم 12 ساله من فقط میخوام بگم آقا اگر کسی در رأس 8 سال وقت داشت برجامش به صورتی شد که خود آقای رئیس جمهور محبوب شما اومد گفت آقا برجام هیچ خاصیتی نداشت. کار نکن بگم من چرا اشتباه کردم و کوشکی رو تعریف کردم. ببین من تعریف پشت دوربین بوده. پشت دوربین خب که معمولا عاطفی تعریف میکنید بعدم موقع به اشتباه. نه ببینید من عاقلانه من خلاصه الان بحث برجام میگی اصلا اسم هیچ کسی هم نیاره. خلاصه اینه که در رأس حکومت اگر یک فرد کارآمدی، من واقعا علت داشت که مسئله انتخابات ریاست جمهوری رو گفتم، خب یه کسی بگه فلان آقا که تایید شده از لحاظ ارزشی از شما بالاتره، سوابق اجراییش بالاتره، هیئت علمی قوی تریه، نمیدونم روزنامه نگاریش بیشتره، نمیدونم سیاسی بوده، حزبی بوده، چی بوده، که من قانع بشم. تا حالا هرچی هم من مکاتبه کردم الحمدلله شورای نگهبان به من هیچ جوابی ندادن. خب ایشون میدونه، من نمیدونم. شما یه روزنامه داشتی که این روزنامه بین روزنامه‌های اصلاح طلب و حتی روزنامه‌های اصلاحگرا همیشه ته لیگ بوده، داشته میافتاده دسته دوم. مدیریت شما رو اونجوری میشه سنجید. حالا این دیگه این اون کس که کم آورده روزنامه وسط آورده. نه کم که نیاوردن. حالا شما مدیریتتون غیر از روزنامه و یه حزب یه نفره. حالا دیگه چیکار کنم؟ آقا دکتر سوال آقای تواشی اینه که فرق من با اون کسی که تایید کرده چیه؟ این نشونه اوج استدلال. آقا دکتر برگردیم به بحث. برگردیم به بحث. اگر یک کسی کارآمد دم انتخابات بد نیست، ولی الان به شدت اگر اتفاقا موضوع بحث اتفاقا یک سری افرادی هستن به عنوان نیروهای انقلابی که اتفاقا الان تو همین حوادث اخیر تا بخوای آتش بیاره مرکم با همین حرفا به حضرت عباس باز قسم میخورن. یه امام جمعه یه چرت و پرت، خیلی سریع من دارم میگم، چرت و پرت میگه از تریبون نماز جمعه. خب همین دارم صدا سیما پخش میکنه. این به خدا قسم نه تنها آتیش خاموش نمیکنه، هر روز این آتیش شعله ورتر میکنه. ما میخوایم این نظام بمونه، با تمام قاطعیت داریم میگیم، ولی راه موندنش این است که نابسامانی ها به سامان بشه، اصلاح در امور بشه، کارآمدی و شایسته سالاری اونی که در رأس دولت قرار میگیره این به سخنرانی و به حرف زدن نیست که شما باید نشون بدید که امروزتون با دیروزتون فرق داره. این کارآمدی اون وقت شما نشون میگه روزنامه دفاع دست دوم. نکته انتخاباتی قشنگی بود، اما نکتهش اینه که مردم این حرفا رو دیگه مدت‌هاست عبور کردن. ببینید اینو دیگه هر بچه ابتدایی میدونه که مملکت 80 میلیونی مالک اشترم بشه رئیس جمهورش تفاوت زیادی نمیکنه. ما با یک دولتی رو برویم که 5 میلیون پس چرا انتخابات میکنی؟ اجازه بدید یک آقایی رو مقام معظم رهبری بگذاره اصلا انتخابات هم نمیکنه. 5 میلیون فقط کارمند داره. ایشون نگاهش خیلی به نگاه اون رضاخان در به در شبیه که میگه دیکتاتور مصلح. نه خیر آقا جون، رئیس جمهور مالک اشترم بشه. توجه کردید خب ما یه مملکتی داشتیم، ببینید ما یه مملکتی داشتیم امیرکبیر صدر اعظم شد 3 سال بیشتر دوام نتونستن بیارن. الان شما امیرکبیر رو برد بیا رئیس جمهور ایران کن. وقتی جامعه، وقتی کل اون سیاستمداران، وقتی اون فضا علم پایه نیستن، قانونمند نیستن، مسئولیت اجتماعی ندارن، به جای امیرکبیر شما مالک اشتر رو بیار. علی ابن ابی طالب شده حاکم اون جامعه، وظایفش هم انجام داده، 5 سال نکشیده حکومتش. امام حسن مجتبی 7 ماه حاکم بوده، جامعه گفته نمیخوامت. شما دیگه بهتر از اینا میخوای بیاری؟ این چه نگاهیه؟ پس اصلا چه دلیلی داره ما دنبال ائمه اطهار بگردیم با این استدلال؟ همه امامان را قطع کردن دیگه با این استدلال ما آقا اینجوری پیدا کنیم هممون اعدام میشیم. نه کسی اعدام نمیشه. من دست به اعدام خوبه. نه کسی اعدام نمیشه. آقای کواکبیان هم اعدامش نمیکنن چون بلد محارب نمیشه. شما هم که نیستید. ببینید اگه بحث کارآمدیه، بحث کارآمدی میگه یه جامعه 82 میلیونی رو باید 60 میلیون اداره کنن. اون چیزی که ایشون ازش به نوعی تکثر میگه یعنی 60 میلیون باید جامعه رو اداره کنن،
نه یه نفر. این دیکتاتوری زشت‌ترین نوع دیکتاتوریه که ایشون میگه یه نفر رو بیاریم، اگر اون یه نفرم آقای کواکبیان باشه مملکت گلستان میشه. من میگم مالک اشترم بیاریم مملکت گلستان نمیشه. آقای کواکبیان شما تو انتخابات اصلاح طلبا بهت رأی ندادن که تو تهران نماینده بشی، رئیس نامزد ریاست جمهوری هم میشدی آخرین نفر بعد از آراء باطله. اون که خیلی فخری نبود. بحث بر سر اینه که مشکل جامعه ما اگر کارآمدی رو داریم نگاه میکنیم، کارآمدی با چی حل میشه؟ کارآمدی با رفتن آمدن آدم ها حل و فصل نمیشه. اگر یه روزی 60 میلیون آدم در اجرای برنامه ها همکاری کردن، اون وقت اون جامعه حل و فصل میشه. ولی شما بهترین های جهان رو بیار تو سیاست، تو علم، تو اقتصاد، اما جامعه و اون بافت سیاسی علم پایه، قانون پذیر، قانونمند و مسئولیت اجتماعی رو ضعیف باشه، اونا شکست میخورن میرن. ما هم امیرکبیر رو تجربه داشتیم، هم دوران‌های مختلف رو داشتیم. من یه نکته بگم در خصوص همین بحث خودتون من بگم، بحث همبستگی اجتماعی رو شما خیلی روش تاکید دارید. نه همین 60 میلیون، نه 60 میلیون نفر، یعنی 60 میلیون باید بخوام مختلفه، اما اداره جامعه به کارآمدی رساندن یعنی اکثریت جامعه فعال مشغول باشن، هر کی تو حوزه تخصصی خودش. در این حال سلایقشون هم فرق میکنه، دیدگاه‌های سیاسیشون هم حتی میتونه فرق کنه، حتی میتونن اصلا یه دین نداشته باشن، یعنی میتونه ارمنی باشه، زرتشتی باشه، مسیحی باشه، چه میدونم دین دیگری داشته باشه یا مسلمان باشه، مذهبش هم فرق نمیکنه، نژاد و استانش هم فرق نمیکنه. تکثر به معنای اینه که سلیقش تو حوزه چارچوب قانون سلیقه شخصی داره. حالا آقای فرمانرزی عزیز ببینید، من با فرمایشات ایشون واقعا نمیتونم کنار بیام، چون با بحث‌های ایشون اساساً ما یک رئیس جمهور کارآمد در هیچ شرایطی نمیخوایم نهایتیم. کارآمد غلطه. حالا اینجوری حاکمیت کارآمد، حالا همین ایشون هم میگه حاکمیت کارآمد، ولی افراد فرق نمیکنن. من میخوام بگم اتفاقا اگر فرض کنید یکی از پارامترهایی که من بحث کردم بحث فساد سیستماتیک، بحث مقابله با فساد، دقت میکنید اگر فرض کنید که یک کسی خدای نکرده بگیره که خودش حالا از هر جهاتی فساد درش باشه، با یک کسی که آدم واقعا نشود سالمی باشه، به نظر ایشون فرق نمیکنه. اون ستا تو جامعه باشه اجازه روی کار آمدن آدم فاسد رو نمیده. خب نه، حالا همین ایشون الان میگه الحمدلله که شورای نگهبان تو رو تایید نکرد. ایشون نه میگه یعنی هر شب خدمت تو خیلی توفیری هم نمیکرد. میگه فرقی نکرد. خب تو زمانی که آقای کوشکی هستن چرا شورای نگهبان غیر از این عمل کنه؟ حامی قوی مثل ایشون دارن که میگه آقا هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه بین کواکبیان بعد مثلا زاپانی بین کواکبیان. روی ایده خودتون صحبت بکنید آقای دکتر، روی ایده خودتون صحبت بکنید. هیچ فرقی نمیکنه. من به شورای نگهبان ایراد دارم چرا کسایی رو تایید صلاحیت کرده که حضورشون تو انتخابات زنگ تفریح اون انتخابات بوده. بله. به همین خاطر خواستم بگم که چک سفید هیچ وقت به شورای نگهبان ندادم، اسم طبیعتاً اخلاقی نیست بیارم، اما کسایی که بودنشون طنز و مطایبه انتخابات ها بود، این ایرادو دارم. اما مشکل اینه که عرض کردم شما اصلا امیرکبیر رو بیارید، اگه امیرکبیر بیاد همه ملت ایران بهش رأی میدن، ایشون بشه رئیس جمهور، جامعه گل و بلبل میشه. نه خیر. ضمن اینکه تتمه بحثشون حکومت سکولاره، یعنی نهایتا بین حضرت علی و من میگم تا همدیگه تکفیر نکردید دیگه فرقی نداره. کلیت نظام ستا رو عمل کنه کار درست. شما ایده اصلاحات ساختاری رو داشتید. الان دقیقاً تو این اصلاحات ساختاری مصداقی بگید چه تغییراتی تو ساختار ایجاد بشه، کارآمدی ایجاد بشه. من عرضم این است که باید حتما تو چه حوزه‌ای چه تغییری؟ بازنگری. من میگم نه بازنگری چه کار بکنه؟ خب من مثلا میگم چرا باید مردم که میگن یه عده‌ای، حالا همون چیزی هم که گفت اتفاقا من میگم این شعار ساخته اصولگرای که نه اصلاح طلب نه اصولگرا دیگه تمام ماجرا، چون اصولگرا گفتن خب ما که هیچ پایگان نداریم بذار اصلاح طلبا رو بذاریم که هیچ که دیگه پایگان نداره. بعد میگن نظریه اینا خودشون قبول کردن. حالا نمیگم تمام مصداقاتونو بفرمایید. حالا ببینید من عرضم اینه، من یه مثالی بزنم. واقعا بسیاری از چیزا مثلا تو قبل از سال 68
فرماندهی نیروی انتظامی مال وزارت کشور بود، اصلا ربطی به رهبری نداشت. چرا ما اصرار داشته باشیم که این فرماندهی هم مال رهبری باشه؟ قبل از ادغام میفرمایید؟ نه 68 میگم، بازنگری قانون اساسی رو دارم میگم. ما هر کسی که الان هر چی باشه نوک تیز عملاتش رهبریه. چرا باید اینجوری باشه؟ دلیلش این است که همه از خودشون سلب مسئولیت میکنن، تمام فلشا متوجه رهبری میشه، بعد مردم هم میگن پس همه قدرت ها اینجا متمرکز شده. من عرضم این است که رهبری یه نمونه گفتم اگر نه ما بحث‌های زیادی داریم که ما میتوانیم واقعا اون دو تا پایه به اصطلاح ابتناع نظام به کلیه به اصطلاح رأی مردم و بحث شود که همین نظام امتی که امامتی که در قانون اساسی مطرح شده اصل همین 177 هم داره، کلیاتش ما داشته باشیم، اما بیاییم قدرت را یه جوری پاسخگو کنیم که پاسخگویی با مردم باشه. آقای دکتر مصداقتون رو بفرمایید. چه تغییری تو قانون اساسی باید بدیم؟ عرض بنده این است، مثلا گفتن مجلس خبرگان باید همه مجتهد باشن. چه دلیلی داره فقط همه مجتهد باشن؟ چون تو قانون اساسی میگه که تمام قانون انتخابات خبرگان خودشون مینویسن. خب اینه برداریم. تو قانون اساسی اصلا راهی باز نشده که برای اینکه زنان هم بتونن حق نامزدی ریاست جمهوری داشته باشن. چه اشکالی داره؟ ممکنه بندم بگم آقا من رأی نمیدم، مثلا شما هم بگید رأی، ولی اجازه داشته باشن خودشون نامزد بکنن. اینا یعنی باعث کارآمدی در کشور میشه؟ اتفاقا میره تو بحث رضایتمندی عموم، میره افزایش اعتماد عمومی و افزایش اعتماد عمومی حتما باعث کارآمدی نظام میشه. ما 27 مورد توی بحث‌های خودمون مشخص نه افزایش 28 عمومی محصول کارآمدی نظیر ساختش. اتفاقا من ربط داره به میزان اینکه نظام کارآمدتر باشه اعتماد عمومی میره بالا، به میزان اینکه اعتماد عمومی بالا بره نظام کارآمدتره. اینا اصلا تفکیک نمیشه که ما بیایم بگیم این یه ساختار مجزایی داره اونم ساختار مجزا داره. آقای دکتر این اصلاحاتی که آقای دکتر کواکبیان مثال زدم 27 مورد ما گفتیم نه 27 تا اصل. نظرتون چیه؟ یعنی نیاز به اصلاحات قانون اساسی؟ قانون اساسی که بدیهیه، هر محصول عقل بشر نیاز به بازنگری داره. هر محصول عقل بشر. قانون اساسی که بزرگوار نشستن نوشتن. الان اصلاح قانون اساسی ضرورت یا انتخابه؟ نه لازم. اصلا ببین هر محصول بشری، قانون باشه نمیدونم یه خودرو باشه، هر محصول عقل بشر، چون عقل بشر رو به تکامله، هر چند خیار باید بازنگری بشه. چیز طبیعی است. قانون اساسی هم خلل در واقع اون نقاط خللش، اون نواقصش فراوانه. باید ولی اگه ما قانون اساسی رو برداریم بر اساس عقلانیت حقوقی و فقهی الان و بر اساس نیازهای جامعه بازنگری کنیم و مثلا چه میدونم از 100 مورد اشکال 99 تاشو برطرف کنیم، مثلا 100 تاشو اشکالات فعلیشو، بازم مشکل کارآمدی رو حل نمیکنه. ببینید نه اینکه هیچ مشکلی را حل نمیکنه. بله الان قانون انتخابات ریاست جمهوری بسیار مبهم، کلی و مشکل سازه. سال 58 عزیزانی برداشتن یه چیزایی رو نوشتن دستشون درد نکنه. الان شروط قانون نامزدی ریاست جمهوری انقدر مبهم و کلی است بر اساس قانون اساسی و حتی بر اساس قانون انتخابات، خب که اصلا شاید یه دانشجو ترم 2 حقوق هم بیاد بگه آقا 10 تا اشکال داره. مثلا این که بدیهیه، باید قانون انتخابات عوض شه، قانون انتخابات مجلس باید عوض شه، قانون انتخابات شورا باید عوض شه، خیلی قانون راهپیمایی باید عوض شه، خیلی چیزا باید عوض شه، ولی باز ناکارآمدی رو حل نمی‌کنه. این نیست. ببینید الان فرض کنید ما میریم اینجا بیرون، یه مثلا فرض کنید یه مشکلی تو عبور و مرور وجود میاد، من آقای کواکبیان میگم لحظه وسط خیابون وامیستیم، میگیم شما برو شما نرو، مثلا با اون دو تا شهروند داوطلب، بله گره ترافیکی این خیابون امروز باز میشه، اما این که مشکل کارآمدی رو حل نمیکنه. که مشکل کارآمدی زیر ساختاشو نگاه کنیم، اصلاح همون مواردی که ایشون میگن که ممکنه من به سال قانون اساسی خیلی حتی اشکالاتی که من به قانون اساسی وارد میدونم قطعاً بیشتر از مواردی است که
دوستان و کوکبیان وارد میدونن. اما عرضم اینه که اگر جامعه نخواد با علم، با مسئولیت و قانون، که این سه تا با هم میشه عقلانیت دینی، این سه تا رو ما نگاه نکنیم، بازم تو فرمالیسم گیر میکنیم. یعنی بازم دعوامون فروکاسته میشه و متنزل میشه، نازل و خیلی چیپ میشه، در حد چرا این رد صلاحیت شد، شورای نگهبان چرا اینجوریه، نمیدونم جنتی چرا این کارو کرده، چرا آقای علی آقا تایید شده یا نشده، چرا همتی آمده، این از ما نیست. خب 42 سال همین حرفای نازل و ژورنالیستی که دم انتخابات هم خوبه میزنیم، اما این اتفاقا نشون میده که علم پایه نیستیم. اگر عالمانه نگاه کنیم به صحنه سیاست میبینیم اصلا مشکل نه آمدن و رفتن خاتمی است، نه آمدن و رفتن احمدی نژاده. وقتی که دولت‌ها به علم توجه چندانی نمی‌کنند، حالا میخواد یه شخصیت کتابخوانی مثل خاتمی رئیس جمهور باشه، یا یه شخصیت مثلا فرض کنید اهل کار اجرایی کف خیابون مثل احمدی نژاد، علم به معنای حل مسئله نه ترجمه، علم مورد توجه نبوده در دولت‌ها. آقای خاتمی دولت تشکیل داده از تیم خودش، آقای احمدی نژاد از تیم خودش، آقای روحانی از تیم همون آقای خاتمی دوباره وارث وزیرا رو آورده، آقای رئیسی هم دوباره از همون تیم روحانی آدم برداشته آورده. یعنی الان بازم 70% مدیران دولت رئیسی هم از در واقع دولت‌های روحانی است. مجلس فردی بوده که توی مجلس احمدی نژاده یا نه از دولت روحانی آورده. آقای رئیسی آخرین موردش هم استاندار سیستان بلوچستان بود که قائم مقام وزیر صنعت بود و فراوانن هم تو کابینه ایشون، رئیس سازمان انرژی اتمی آقای ستاری که تازگی رفتن و خیلی دوستان دیگه. من مورد اصلا بحث ندارم. میخوام بگم اینا مشکل ما نیست. اگر علم مبنا باشه اون وقت ایشون میشه مجری بر اساس تخصصش، بنده میشم مجری تو حوزه تخصصیم. اون وقت ما ممکنه با هم اختلاف نظر و سلیقه داشته باشیم، اما چون چارچوب قانونه این وسط، من در چارچوب قانون باید حرکت کنم، ایشون هم همینطور، سلیقه هامون رو باید بذاریم کنار، نظر تخصصی حاکم بشه. نظر تخصصی هم همیشه یه حرف نیست که بین کارشناسان تو یه حوزه هم اختلاف نظر وجود داره، اونو باید بشینن حل کنن، خروجیش بشه یکی. و مادامی که ما بحث ها رو تو حوزه نگاه عالمانه نداریم، نگاه سیاسی یا ژورنالیستی، سیاست زده سیاسی نه، سیاست زده یا ژورنالیستی داریم، مشکل ناکارآمدی نه، بقیه مشکلاتمون هم حل نمیشه. آقای دکتر کوکبیان، آقای دکتر کوشکی بحث ایده ساختاری رو یه سطح نازلی از در واقع ناکارآمدی من در آورد که یعنی من تیرمون میدم دیگه داخل میره تا وصله، نه برون مشروعیت، نه برون مقبولیت، نه برون ارشد توزیع درآمدها، نه بحث، همه رو میگه اون سه تا اگه درست بشه حل میشه. ولی بنده عرض میکنم که حتما فرد الف با خصوصیات خودش و کارآمدی با فرد بی که با خصوصیات خودش با کارآمدیش در رأس حالا دولت باشه حتما تفاوت میکنه. این خلاصه واسه نیست. خواهش میکنم. آقای دکتر اگر که نه دیگه حالا انشالله یه فرصتی بشه بیشتر من اصلاح بشم بالاخره. آقای دکتر از شما بینندگان عزیزم خیلی خیلی تشکر میکنم. خیلی لطف کردید تا آخر ما رو همراهی کردید، ما رو با گفتگوهای دیگه انشالله بتونیم انجام بدیم با متفکرین عزیز ایران در خدمتشون باشیم. خیلی ممنونم. شما رو به خدای عادل و بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.